همین صحیفه را دستگیری کنیم. از همین صحیفه خدا خواهد من انشاءالله در شما خدمت میکنم. هزار صحابه دیگه بود دوباره نگو بخیزیم بخونیم. حتی حدیث داریم امیر بسیار احتیاط کن که روز جمعه میرین مهنتاتون برباد نشود. ملایمون خطبه خوانده ما گپ میزنیم. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم میفرماید که وقتی ملایمون خطبه میخونه مثلا برادرمون گپ میزنه ما یکم میگم گپ نزن خب که نماز ما درست نمیشه ای بر وقت درست دیگه نیست. میفهمید؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که کسی در وقت خطبه خواندن گپ میزنه من میخوام که دهش پوری خاک شود. انسان دهش کی پوری خاک میشود؟ مره زیر قبر شود. یعنی منظور حدیث حبیب خدا حضرت عمر می است که کسی در وقت خطبه خواندن گپ میزنه خدا بون بره. بعضا میبینیم ملایمام در درون نمازامون به خاطر چی برادر جان نوار نگیری خوبتر میشه. برای چی میگیم که مسئله ها را در بین مردم چرا آگاه کردیم؟ مسئله های ضروری است. مسئله های نمازمون ملایمان خوانده سه ما عقیب تکرار میکنیم. روز پیامبرمون هم صلی الله علیه و سلم نماز میخواندن صحابه از عقیبش تکرار کردن. حضرت بسیار ناراحت شد گفت مالی انازع فی القرآن، چرا در قرآن جنگ میکنید؟ من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. حبیب خدا گفت کسی مولای امام داشته باشه قرائت مولای امام برای او قرائت است. پس وقتی مولای امام خوان نباید از عقیب خوانده شود، باید او را گوش کرده شود. لیکن یه روز مولای امام میخونه ما هم تکرار میکنیم، بعض میگه حضرت ما یاد بگیریم. آخه یاد گرفتن در دون نماز نیست، برید در غیر نماز برید یاد بگیرید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در وقت مولای امام خوان تو نخوان، تو گوش کن. برای که قرائت مولای امام برای شما چی است؟ میگه قرائت است. مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب امام شافعی رحمت الله علیه، مذهب امام مالک رحمت الله علیه، مذهب امام احمد رحمت الله علیه، اونا همش از آیت و حدیث استدلال کردند. اگر همون بزرگوارا همین مسئله ها را برای ما و شما آشکارا نمیکردن، از کجا میفهمیدیم مسئله های دینی مون؟ از کجا میفهمیدیم؟ در کجایی که آیت و در کجایی که حدیث روشن است ما هم به سوی قرآن و حدیث میریم. لیکن در جایی که آیت روشن نباشه، آیت که روشن است لیکن عقل ما نمیگیره، حدیث عقل ما نمیگیره، کجا برید؟ اگر همین بزرگا همین مسئله ها را بیان نمیکردن کجا میرفتیم؟ همین خاطر بسیار احتیاط کنیم، بسیار احتیاط که ما امت همون کسی هستیم که افتخار او را نه فقط انسان، حتی ملائک، نه فقط ملائکه، جن همه افتخار دارند به این پیغمبر. و این پیغمبر هم آرزو کرد به شما و به ما و شما آرزو کرد یا کاری کنیم که پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم از آرزوی کردگیش پشیمان نشود. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم طایفه صحابه آمدن و قیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم ای مسلمون و فی حدیث آخر ای مسلمین افضل؟ فقال النبی علیه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسان و یده. یکی از طایفه های صحابه های حبیب خدا آمدن، مسلمان همش که خوب است، لیکن یک طایفه آمدن گفتن حضرت جان بهترین مسلمان ها کی هستند؟ مسلمان ها همه خوبه لیکن بهترین طایفه مسلمان ها کی هستند؟ حضرت فرمودند بهترین مسلمان همون کسی است که دیگه مسلمان ها را از زبان و دستش سلامت بمونه، یعنی تحقیر نکنه، حقارت نکنه، غیبت نکنه، سخنچینی نکنه و با دستش ظلم نکنه، دزدی نکنه. بهترین مسلمان پیامبرمون صلی الله علیه و سلم همی است. حالا میریم بهترین لباس هم میپرسیم مال ترکیه است یا غیر ترکیه، با چند کس دیگر میریم که کدام بروکه با کدام چی بپوشیم موافق میکنه یا نمیکنه، میکنیم یا نمیکنیم، یا فقط ما میکنیم ها. یک بار یگان کس پرسیدیم ما از کجا بدونیم که این اسلام ما اصلی است یا غیری اصلی؟ یک بار گفتیم ما چیکار کنیم که همین اسلام ما را میزیبه یا نمیزیبه؟ یک بار گفتیم که همین اسلام با ما موافقت میکنه یا نمیکنه، یا ما با اسلام موافقت میکنیم یا نمیکنیم. صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت سوال میکردن که حضرت جان
ما از کجا بدانیم که ما اسلامون بهترین اسلام است؟ ما از کجا بدانیم که بهترین مسلمان شدگی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همون زمانی که برادر آمد با چهره کشاد نگاهش کردی بهترین مسلمان. اما متاسفانه امروز در صف نمیخوایم در برمون یگان کس بیای بیسته. حالا برین نماز یا طرف بیسته. قرآن عظیم شان میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یعنی بیشک نماز شما را از کارهای بد منع میکنه. خدا دروغ نمیگه نه؟ هممون ایمان داریم که خدا دروغ نمیگه. انسان نمازخوان باید دروغ نگه، غیبت نکنه، سخنچینی نکنه. لیکن هممون نماز میخونیم همین کارا میکنیم. پس این آیت چه خیلی بفهمیم. خدا میگه آدم نمازخوان این کارا نمیکنه ما کدیستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر انسان نمازش ای کاری بدش منعش نکرد فلا صلات له، نمازش قبول نشده است. اون نماز قبول شده که خواه نخواه صاحبش از کاری بد منع. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر نماز را خواندین همون نماز همین خیلی نماز بدونه که آخران نماز کنه با خدا خداحافظی داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کس دیدن تیز نماز خوانده است. حضرت گفتن تلک صلات المنافق، این نماز منافق است، از مسلمان نیست. لو مات، اگر با همین خیلی نماز خوانیش از دنیا بگذره بر خلاف دین ما گذشته است. شما میدونیم که در قانون اسلام اگر دزدی کنی دست باید ببره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای همه دزد کلان ما بگم کی است؟ گفتن کی است؟ گفت کسی ای نمازش دزدی میکنه، از رکوعش میدزه، از سجدهش میدزه. پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل مسجد چید یک کس در نماز با ریشش بازی داره، گفت ای خدا نمیترسه، اگر ای خدا میترسید با ریشش بازی نمیکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من توضأ فاحسن الوضوء، هر کسی طهارت کرد و بهترین طهارت کرد و 2 رکعت نماز خواند و بهترین نماز را انجام داد، انمون طهارت و انمون 2 رکعت نماز سبب کفاره خطایاش میشه. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها او عنهما میفرماید حضرت میگه اینقدر با آرامی نماز میخوان، اینقدر طولانی میخوان، حتی میگه روز دیدم که از بسیار راست ایستادن ورم پاچه از بوجیلک هم بالا شید. آمد گفت حضرت جان آخر شما پیغمبران را خدا گناه متقدمین و پیشکی و آخرتان برداشتگی است، یعنی از شما خطا نمیشه و شما بخشیده شده این، چرا خطای قدر تکلیف میتید؟ گفت آیا من بنده شکرگزار نباشم که خدا مرا هم خلق کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی نماز خوب انجام داد و نماز نور میشه و به سوی آسمان میروه و تا روز قیامت در حق صاحبش دعا میکنه خدایا صاحب مرا نگهبان باش چگونه صاحب من حق حقوق مرا رعایت کرد. و اگر کسی گفت تست خواند نازکیاش و جان آورد مثل یک لطف و دود میشه و به سوی آسمان میروه و تا روز قیامت میگه خدایا صاحب مرا خار و زار کرد چه خیلی که مرا خار و زار کرد. صحابه پیامبر اگر یک دشواری میشید در حال نماز میخوندن، اما اگر این روز دشواری بالای ما و شما بیا یک هفته نماز نمیخونید. یکی از صحابه های حبیب خدا به بیماری قند گرفتار شد. این روزه کسایی که پاچه را میبرن گفتن باید پاچه تا ببرید، برای پاچه را بریدن باید یک دوایی بتیم که هوشت بره. امروزه نرکاس گفت هوش ما برای ما خدا را یاد میبره رو. گفتن بله. گفت ما ایده تیار نیستم. گفتن آخه بیماری بالا میره. خیلی گفت بیا من همین نماز داخل شدم شما جراحیتون شروع کنید. این روز حدیث برای ما و شما افسانه است، هیچ عقل قبول نمیکنه. نماز هم تمام شد پاچش هم کلته کردم. وقتی سلام داد طرف پاچش نگاه کرد گفت مبارک شو که تو پیش از ما جنت میری. تو در وقت نماز شهید شدی. گفت نه که یک خواهش دارم من که از دنیا گذشتم مرا قطعا پاچم گور کنین شاید هم پاچم مرا به جنت برم. اگر ایمو کلانتر کسی باشه یا داره امو پیش ناخونامون روزای جمعه میگیرن میگن زری خاک کنین تا عمل در حالت خوب رفته و او اعضای انسان روز قیامت شفاعت میکنه.
همین خاطر نماز در خیلی تنبلی داره. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی شما میگن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، خدا همه ملائکه را جمع میکنه میگه حمدنی عبدی، بنده من شکر مرا کردیسته. وقتی ما و شما میخوانیم الرحمن الرحیم، خدا میگه بنده من مرا تعریف داره. ما و شما میخوانیم مالک یوم الدین، خدا میگه بنده من واقعا شناخت که پادشاه اساسی منه. ما و شما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا تو را عبادت میکنیم لیکن به عبادت من مغرور و متکبر نیستیم، بعد عبادت هم یاردم و کمک از تو طلب میکنیم. خدا میگه هذا بینی و بین عبدی، این تقسیم بین ما و بین بنده ما، او مرا عبادت کنه، ما او را یاردم میکنم. خدا در دیگه جا میگه بسم الله الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاه. شما اگر یک مشکلات دارین، خدا میگه با صبر و نماز از ما خواهش بکنید، ما مشکلات شما را حل میکنیم. حالا اگر یک شیخ صوفی بگیم خیلی افتخار میکنه، و خدا کی را شیخ صوفی میگه بسم الله الرحمن الرحیم و انها لکبیره الا علی الخاشعین. الله میگه نماز خیلی دشوار است. حالا اگر یک آدم به نماز دعوت بکنه 1000 مونه میکنه، تقصیر لباسم به نمازه، تقصیر ای پگاه سر میکنم، روز دوشنبه سر میکنم، ای هفته سر میکنم، گویا که کسی در بخی گوشو گفته باشه تا هفته دیگر زنده میمونه. الله میگه برای آدم به نماز خیلی نماز دشوار است، مگر دشوار نیست برای اون کسی که خدا میترسه. هر کسی نماز میخونه خدا او را صوفی و شیخ داملا گفته است. الا علی الخاشعین، مگر مشکل نیست، مگر دشوار نیست، مگر وظیفه نیست برای کسی که خدا میترسه. و هر کسی خدا میترسه چی میگه خدا؟ ان المتقین فی مقام امین. کسی الله میترسه، خدا میگه او در مقام امن هست. مقام امن مفسرات چی ترجمه میکنن؟ از عذاب قبر خلاص است. الله رب العزت اول کتابش میگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتابی است که در گام حرف حرکت و شکی نیست. این کتاب رفیقی کسی است. این کتاب کسی را راه نشان میده. این کتاب جوره کسی است. این کتاب دوستی کسی است که او خدا میترسه. و کسی خدا میترسه کی است؟ الذين يؤمنون بالغیب، خدا را ندیده به خدا ایمان داره. و یقیمون الصلاه، نماز میخونه. و مما رزقناهم ينفقون، از اون چیزی که ما او را رزق دادیم اون نفقه میکنه، صدقه میکنه، زکات میده. خدا میگه این انسان ایمان میترسه. خدا را ندیده ایمان داره. حالا تجارت میکنیم و دارین، حالا تجارت رو نشده الکی به همون فایدهش باوری داریم، همون فایزایی نیست باوری داریم، ندیده باوری داریم. پس باید مسلمان ندیده به جنت، ندیده به دوزخ، ندیده به الله و رسول و حبیبش، باید ایمان نباوری داشته باشه. نه کم اگر مصیبت بالا مون بیاید، از فردا که بازار مکه میکنن همه مدت تشویشیم چیکار میشه، فلان میشه، فلان میشه. قرآن میگه ولا نبلونکم بسم الله الرحمن الرحیم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم الفائزون. الله میگه ولا نبلونکم، امتحان میگیرم شما را. 3 ماه مکتب میخوریم، معلم باور نمیکنن، امتحان میگیرن، چارکی مون میگیرن. ببین افحسبتم انما خلقناكم عبثا، خدا میگه شما گمان میکنید ما شما را بیفایده خلق کردم؟ ثم الینا ترجعون، آیا بازگشت شما به سوی من نیست؟ که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکل ها. ولا نبلونکم، الله میگه امتحان میکنم بشیء به اندکی من الخوف، ترس بالاتون میارم. هی ترس میارم، مخم میشه و بازار گویا دیگه شما رزق نمیابین نمیخورین. رازق الله است. او خدایی که ماهی را درون بحر رزق میده، او خدایی که کودک در شکم مادرش رزق میده، ما و شما را رزق نمیده. بشیء من الخوف والجوع، گرسنتون میکنم. و نقص من الاموال، مالاتون کم میکنم. و الانفس، خشتواراتون هم میگیرم. مال تا میوری نمیگذارم، مالود میبره در مغازین سودا نمیروه. خدا میگم 1445 سال پیش گفتی سی خدا من کارو میکنم، میگم لیکن همون حالت میگه و بشر صابرین، خوش به حال همون انسانی که صبر بکنه. صبر چی کنه؟ اذا اصابتهم مصیبه، اگر بالاش مصیبت آمد میگه انا لله، ما از خدا هستیم و انا الیه راجعون، بازگشت اونم به سوی خداست. بزرگا میگن اگر کسی مالش گم کرده می آیه رو بخونه مال یافته میشه.
انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم، بازگشت ما به سوی خداست. ابو حنیفه رحمت الله علیه درس میگفت، گفتن از شترات دزدیدن، گم شده است. طرف دلش هم که نگاه کرد گفت الحمدلله. درس تمام شد، گفتن از شترات یافتیم. طرف دلش نگاه کرد گفت الحمدلله. حضرت گفتن گم شدم، الحمدلله. گفتن یافتیم، الحمدلله. گفت همینجا گفتن گم شده، طرف دلم نگاه کردم هیچ چیزی نشده، گفتم الحمدلله. گفتن یافته، طرف دلم نگاه کردم که هیچ خرسندم نشده، گفتم الحمدلله. لیکن این روز مصیبت ما دام یار برادرت گذشت، میگه خدا صبر جمیل بده دیگه، این مصیبت را یا طرفه کرده دیگه. بشیر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یکیان اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. انمی مصیبت زدارا هم دعا و هم رحمت خدا برای او هست و نجات برای ما و شما هست. بزرگان میگن اگر یک مصیبت بالا آمد بعد او دو خیر است. اگر مصیبت آمد صبر کردی جنت، شکر کردی زیاده نعمت. پس از جانب خدا مصیبتش قدر فایده داره. پس این طرف خودتان فکر کنین برادرای بزرگ. چرا صحابه پیامبر تا این روز از زبان مردم نامشان گم نمیشه؟ بیوزنی بود، از فقیر بود، حتی همون شب افکار خوردنش نداشت. از جانب پیامبر من صلی الله علیه و سلم مقدار صدقه رو کردن، گفت من سرم خانه همسایه‌مون برام، اگر 10 لیمچه باشیم یک از دیگه یاردم بکنه 11 لیمچه رو خودم میگه خانه همسایه‌مون نمیبره. گفتن این خاص برای خطت است. گفت که ما سر هستم خانه همسایه بریم. حبیب خدا گفتن که اگر حال سر هست بگیره مانا پگه بخوره. او زن صحابه گفت که برای حضرت بگو که تا پگه کفیل میشه و گران میته که من زنده هستم، اگر ها بگم من قبول میکنم. کی میدونه که پگه چی گپ میشه و چی کار میشه؟ همین خاطر بچه جانو، اکاها، دادرو هر جای ما را نصیحت میکنن، قرآن نصیحت میکنن. قرآن فقط مسلمان را نصیحت میکنه، قرآن غیر مسلمان فقط عذاب میگه، دیگه هیچی نمیگه. هر نصیحتی هست خود طبیعت بارا میفوره یا نمیفوره، این نصیحت خدا است برای مسلمان است. همین خاطر چگونه ای که همین زراعت محتاج باران است، انسان مسلمان محتاج امر معروف باید باشه. چگونه زراعت با آب میسبزه، انسان مسلمان باید با امر معروف بسازه. همین خاطر خدا برکتتون بده که یعنی وقتاتون غنیمت ندونستین آمده، دریغ ندونستین آمده. خدا دمی وقتی که جدا کردین آمدین، خدا برکت نصیبتون بکنه. یعنی دعوت حکم قبول کرده آمده یا سنت زنده کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی از سنت ما را زنده بکنه بیشک او ما را دوست داشته است. پیامبر میگه کسی ما را دوست بداره بیشک الله او را دوست میداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر سنت حیاتش زنده کردین 100 برابر شهید ثواب میگیرین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی مرا اطاعت کرد الله را اطاعت کرده است، کسی مرا اطاعت نکرد خدا را اطاعت نکرده است. در محفل هم دنیایی غذا گرفتیم و هم معنوی اخروی غذا گرفتیم. چگونه جسم محتاج طعام است، روح هم محتاج است. روح انسان محتاج به ترجمه قرآن و حدیث است. خدا برکتون بده. یعنی بابی حاجی عبدالله را خدا مادر مرحومش و پدرشون رحمت و مغفرت کرده باشه و از جمله کسی برادرایی که پدر و مادر از دست داده باشن، اگر تا این روز در سوال و جواب گرفتار باشن خدا آسان کنه، خدا قبراشون باغ از باغای جنت کنه و برادرشون بیمار است، خدا شفای کامل عاجل نصیب کنه، خدا شفای کامل عاجل نصیبش کنه، خدا شفای کامل عاجل نصیبش کنه. خدا این برادر این افقاتا را مهیا کرده است برای برادرها. خدا در این قدر صرف کردنش انواع برکت در خاندانش نصیب بگردونه، فرزندکاش قاری قرآن عالم با عمل بگردونه، سبب زیبایی زندگانی این دنیاش و سبب افتخار روز قیامتش نصیب بکنه. خدای کریم 8 روز 10 روزه مردم تشویشن، این مردم های صبر جمیل و کامل نصیب بکنه. خدا مسلمان‌ها را پریشان نکرد، خار و زارشان نکرد. خدایا چگونه مرچه زمان حضرت سلیمان دعا کرد که ما را فراموش نکرد، خدا ما هم دعا میکنیم ما را فراموش نکرد. خدا ما شکر ترم میکنیم که در اینجا ما را اجازت میکنیم نام ترم میگیریم. الحمدلله رب العالمین. پروردگار همون راهی که در نزد خودت حبیب حق است توفیق همون راه را برای ما نصیب بگردان و در اینجا فکر میکنیم بابی حاجی عبدالله نبا دملا و این قاری بچه‌ها را فرود کرد اگر خواهش باشه اگم آیت قرآن میخوانن یا اگم نعت میخوانن، اگر
فکر میکردم که محفل میگونم محفل از